السلام علیکم رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد همین قسمت حدیث هم میفهمونده. بعد یک سوال داریم. افلا اکون عبدا شکورا. همین شکر چگونه میشه استاد؟ شکر با تهجد که با زبان میشه. شکر با سه اعضا میشد. شکر با زبان کفایتی نمی کند. شکر با زبان میشد. الله تعالی گفت که و اما بنعمت ربک فحدث. نعمت های پروردگارت را بازگو نما. الله تعالی برای ما سلامتی داد. الله تعالی برای ما نعمت داد. الله تعالی برای ما اعضاهای سالم داد. الحمدلله. الله تعالی برای ما فرزند داد، برای ما مال داد. گفته نعمت های الله تعالی را بازگو میکنید با زبان و میگوید که الحمدلله، شکر میکنید. و این چونین اصلش با قلب است. الله تعالی میگه که و ما بكم من نعمت فمن الله. هر نعمتی که شما دارا هستید وای از جانب الله است. و نگویید که من اینه مهنت کردم، مشقت کشیدم، دیگرها هم مهنت کرد، مشقت کشید، الله برای آنها نداد، برای شما داد. بنابراین هیچگاه از خودتان ندانید. هر نعمتی که دارا هستید از الله دانید. این شکری قلبی است. سیومین شکری تمامی بدنها. الله تعالی گفت که اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. ای آل داود، ای آیله داود علیه السلام، اعملوا، بر عوض نعمت هایی که من به شما دادم عمل کنید. اعملوا آل داود شکرا، برای شکر نعمت های الهی شما عمل کنید. گفت یعنی فقط با زبان و با قلب کفایتی نمی کند. چون که عملا مثلا یک آدم پول دادید و آدم رحمت گفت رفت، لیکن شما مانند دشمنش معامله میکند. اون یعنی یگان اثری نعمتی شما در او ظاهر نیست نسبت شما. مثال عادی هست. اعملوا آل داود شکرا، برای شکرانی نعمت های الهی شما عمل کنید. چون که آل داود، عائله داود علیه السلام شاید بهترین عائله هایی که هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ دنیوی الله تعالی برایشان مال و ملک و نعمت عظیم داد. به داود علیه السلام هم علم داد، حکم و قاضیگی و سلطنت و پادشاهی داد. و این چونین به فرزندشان سلیمان علیه السلام یک ملک داد که و هب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی. برای من ملک ده که بعد من یگان کس به این خیلی ملک نتی. یا دعا کردن که برای من ملک ده که برای یگان کس دیگر نده. برای یگان کس الله تعالی ملکی که برای سلیمان داد نداد است. واقعا ملک بودن. کوچه ها به جای اسفالت طلا میکردن، دیوال ها از طلا بود. جن و شیاطین در خدمت سلیمان، شمال در خدمت سلیمان. علمنا منطق الطیر، زبان پرنده های و حشرات ها را داده شده. هدهد خبرهای می آورد. جن ها در خدمت بود. این خیلی ملک نبود در دنیا. بنابراین الله تعالی مخصوصا آل داوود گفت اعملوا آل داوود شکرا. ای آل داوود، به شکرانی نعمت هایی که الله برای شما داده است عمل کنید. بنابراین حضرت سلیمان هم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. دعا میکردن رب اوزعنی، پروردگار مرا توفیق ده که ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اینکه نعمتایی که به من دادی شکرشو به جا آورده. تمام اون شکر نعمت آوردن این بسیار عملی دشوار است. حضرت عایشه وقتی که الحمدلله میگفتن، با میگفتن که الحمدلله که مرا حمد گوینده گردانید. همین الحمدلله گفتنشان خودش با
تقاضای شکری نعمت میکرد. چون که الله تعالی اگر شما بنده شاکر نکند، نعمت دهد و شکر گفتنش نصیب نکند، عذاب الله تعالی بیاد. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر کردید الله تعالی میگه که من زیاد میکنم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما کفران نعمت های الهی کردید عذاب من برای شما سخت است. الله تعالی نعمت دهد و شکر نکنید عذاب میبیاد. این عمیق است چیزی. بنابراین وقتی که شکر هم که گفتید دانید که اینم نعمت الله که و قلیل من عبادی الشکور، در بین بندگانم بندگان شکرگزار بسیار کم است. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. پروردگار برای من توفیق ده که نعمتایی که برای من دادی شکر آن را اجرا کرده توانم. و علی والدی، و آن نعمتایی که به پدر و مادرم دادی شکری آنم اجرا کرده توانم. و انا عمل صالحا ترضا، و یا عملهای صالح کنم که تو را راضی کند. و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مرا با رحمت و مهربانیت از جمله زمره قطار بندگان صالحینت بدار. گفته دعا میکردم بزرگا. بنابراین این سه یعنی مرتبه شکر است. یعنی شکر با این اعضاها اجرا میشد و اگر کسی که این شکرها را اجرا نکند به این طریقه و از جمله شکرگزارها نیست. و الله تعالی بندگان شکرگزار را دوست می‌دارد و بر نعمت‌هایی که تا امروز داد با اضافه میکنه اگر شکرش را به جا آوردند.